سلام به همه، خیلی خوش اومدید به کیوتی کست. اینجا جاییه که هر بار یکی از کاربرای چت کیوتی مهمون ما میشه، تجربه‌هاشو تعریف میکنه و در کنارش کلی ترفند و نکته جدید یاد میگیره. من چت کیوتی میزبان شما هستم. این برنامه قراره هر سه شنبه از چنل یوتیوب و کست باکس چت کیوتی پخش بشه و هر هفته با یه مهمون و یه موضوع جدید از 8 صبح میایم پیشتون. امروز یه مهمون داریم که حسابی با ابزار تولید عکس ما کار کرده. ما را هم خیلی خسته کرده. دقیق نمیدونم چی باید معرفیش کنم. گرافیست یا نوازنده یا خانم آقایان. امیررضا جهانگیری اینجاست. امیررضا جون خوش اومدی. سلام، مخلصم. خیلی ممنونم از معرفی بامزه. منم خیلی خوشحالم که اینجام و باعث افتخارمه که مهمون برنامه‌تم. امیدوارم یه گپ و گفت باحالی با هم داشته باشیم و از نظر فنی به درد کسایی که دارن این پادکست رو گوش میدن بخوریم. خب بریم سر اصل مطلب. امیررضا، تو گرافیست و نوازنده هستی و پروژه های بامزه‌ای داشتی. برامون بگو این مسیر از کجا شروع شد و در حال حاضر مشغول چی؟ داستان گرافیک خیلی داستان قدیمی نیست توی زندگی من. میتونم بگم که 5 ساله دارم این کارو میکنم و ماجرای شروع شدنش هم از طریق دوست خیلی قدیمی بود به اسم فرزان که اصلا کارش مشاوره کسب و کار بود و من طی رفت آمدی که باهاش داشتم انقدر توی پروژه ها توی جلسه ها کنارش بودم که دیدم خیلی به این کار علاقه دارم و دوست دارم که توی این حوزه کار کنم و دیگه اونجا شروع شد با یه سری حالا کورس های درسی و حالت سلف استادی دیگه. توی یوتیوب یه سری دوره ها گذروندم، یه سری کلاس ها رفتم و دیگه سعی کردم این علاقه رو پرورشش بدم و توی این حوزه شروع کنم به کار کردن. در مورد پروژه هم که خب الان یکی از کارهایی که دستمه کار محتوای خود شما چت کیوتی عزیزه و درگیر کارهای شماییم و یه سری برنامه‌ای که دارم برای یوتیوب خودم میسازم که اصلا برنامه‌های موزیکه و اون ساید زندگی خودم. فعلا درگیر همین دوتا پروژه هم تا ببینیم در آینده چی میشه. خیلی عالی، آفرین بهت. امیررضا، یه سوال مهم. بعضیا میگن طراحی فقط یاد گرفتن نرم افزاره. نظر تو چیه؟ بلد بودن نرم افزارا و حالا ابزارهایی که تو نرم افزاراست قطعا که خیلی چیز مهمیه و شاید رکن اصلی و اول این حوزه و این شغل باشه، ولی به نظرم اصلا چیز کافی نیست. قطعا که خلاقیت خیلی تاثیرگذاره، قطعا دیدن پروژه ها و حالا طراحی‌های جدید، اون به روز نگه داشتن خودت، آپدیت بودن، دنبال کردن ترندها و همه این مسائل چیزاییه که به نظرم در کنارش خیلی مهمه. این که صرفاً تو بهترین کسی باشی که بلد از تمام ابزارهای حالا مثلا فتوشاپ یا حالا ابزارهای دیگه استفاده کنه تو رو یه گرافیست خفن نمی‌کنه. فکر میکنم که شرایط دیگه‌ای هم هست و مسائل دیگه‌ای هم هست که خیلی مهمه، مخصوصا توی گرفتن پروژه، مدیریت کردنش و اون چیزی که در نهایت تو خلق میکنی و میخوای به کارفرما ارائه کنی. فکر میکنم 1001 مسئله هست که خیلی مهمه و شاید ابتدایی ترین مسئله بلد بودن اون ابزار و نرم افزار. پس همه کار شما طراحی نیست، نصفش مدیریت و تجربه به ثمر رسوندن اون پروژه است. آره، به نظرم واقعا طراح یا حالا گرافیست بودن صرفا اینکه طراحی بلد باشی یا طراح خوبی باشی نیست. مطمئنا یه ساید خیلی بزرگیش مدیریت کردن اون پروژه است که اصلا چجوری اون کارو با کارفرما پیش ببری و خب بالاخره در نهایت تو خالق اون اثری و تو باید پشت اون اثر وایسی. این که کانسپت ذهنی تو بتونی به کارفرما درست ارائه کنی و اشتباهایی که ازت میخواد رو بتونی قانعش کنی که اون اشتباه رو انجام ندن. همه اینا یه سری به قول معروف فوت و فنه که باید تو کار ما بلد باشیم. خب حالا یه سوال چالشی. قبلش اینو جواب بده بهم. تو با چه هوش مصنوعی کار میکنی و از چه ابزاری تو چت توی استفاده میکنی؟ و به هم بگو کدومی که از ابزارا بهترین نتیجه ها رو بهت میدن. ببین، بیشترین پلتفرمی که الان دارم باش کار میکنم که خود چت کیوتیه و بعضی وقتا هم چت جی پی تی. بیشترین ابزاری که دارم ازش استفاده میکنم ابزار تولید عکسه. فکر میکنم جی پی تی ایمیج
داره خیلی بهم کمک میکنه و ابزار تولید عکس تو داره خیلی بهم کمک میکنه و اینجا واقعا باید ازت تشکر کنم، چون بعضی وقتا پرامپتایی که مینویسم افتضاحه ولی خروجی که بهم میدی خیلی به چیزی که تو ذهنمه نزدیک و واقعا ازت ممنونم. بخش دیگه که خیلی ازش استفاده میکنم بخش تولید ویدیو و ابزاراش هم وو تریو کلینگ. از این دوتا خیلی دارم کار میکشم حسابی. توی پلتفرم‌های دیگه هم الان یکم با 11 لبز و نوتبوک الم دارم برای تولید صدا کار میکنم. چه جالب، خیلی هم خوب. به نظرت آینده گرافیک چطوره؟ فکر میکنی هوش مصنوعی میتونه جای گرافیستا رو بگیره یا نه؟ اصلا در کل به نظرت هوش مصنوعی میتونه آدما رو بیکار کنه؟ وقتشه با سوالای چالشم گیرش بندازم. به نظرم با این وضعیتی که تو پیشرفت هوش مصنوعی داریم میبینیم، فکر میکنم تو خلاقیتمون و تو بود به روز بودنمون خیلی بهمون کمک میکنه. و من کلا به نظرم هر چیزی در دنیا یه ابزاریه برای انسان‌ها که پیشرفت کنن. برای همین به نظرم هوش مصنوعی قرار نیست آدم‌ها رو بیکار کنه، قراره بهشون کمک کنه که خیلی سریع‌تر و راحت‌تر کار کنن، در نتیجه بتونن پروژه‌های بیشتری رو قبول کنن و پول بیشتری در بیارن. صرفا این که حالا هوش مصنوعی آدمی رو بیکار کنه رو خیلی این نظریه رو کلا قبول ندارم. ولی یه چیزی رو قبول دارم که با اومدن هوش مصنوعی و مدلی که آدم‌ها و کارفرماها بیشتر دارن ازش استفاده میکنن، اگر تو حوزه‌ای که داری کار و فعالیت میکنی آدم تقریباً 60% 70% به بالایی تو اون زمینه نباشی، ناخودآگاه فید میشی. به نظرم کسایی که میترسن که هوش مصنوعی فیدشون کنه یا از کار بیکارشون کنه، شاید یکم از این درصد بندی که تو ذهنمه کمتر رو کارشون مسلطن، برای همین این ترسو دارن. پس تو فکر میکنی آینده ترکیب انسان و AI؟ آره 100%. به خاطر این که اصلا یه سری کارها هم به هر حال جز کارهای دستی و انسانی محسوب میشه دیگه. میدونی اون طبیعتا اون نمیتونه اصلا این سری کارها رو انجام بده و یه سری چیزا هم اون بینش انسانی که ما داریم رو احتیاج داره. درسته که داره ترین میشه، داره از اون یاد میگیره، همه اینا هست و قطعا روزی به اون زندگی ربات هایی که توی فیلم ها میبینیم میرسیم، ولی فکر نمی کنم اینقدری چیز وحشتناکی باشه که الان شاید یه سری در مقابلش گارد دارن و ازش میترسن. خب حالا یه سوال فان. اگه یه روز یه پروژه بیاد که کارفرماش AI باشه، قبول میکنی؟ ببین نمیدونم، باید پیش بیاد ببینیم چی میشه. شاید قبول کنم، شاید هم قبول نکنم، بستگی به پروژهش داره. اگه پروژه جذابی باشه قطعا قبول میکنم، چرا که نه. خب روزی هم که در مورد خود تو صحبت شد و قرار شد که محتوای تو رو تولید کنم و کارهای تو رو انجام بدم، حس خیلی جالبی داشتم. این که دارم توی یه حوزه و یه صنعتی کار میکنم که الان رنک 1 دنیاست، برام خیلی حس جذابی بود. و این که الان به کمک تیم دارم محتوای تو رو خلق میکنم و چیزایی که توی اینستاگرام تو حالا بقیه پلتفرمات داریم آپلود میکنیم از طریق من داره ساخته میشه، برام خیلی حس جذابیه و خیلی خوشحالم که دارم این کارو میکنم. الان که اینو میدونم حس عجیبی دارم. نمیدونستم که تو هم توی شکل‌گیری محتوا نقش داری. بهم بگو ببینم، در مورد موزیکم استفاده ای از چت کیوتی کردی؟ ببینین که الان صرفا باید یه آهنگی ساخته باشم، نه هنوز توی این زمینه ازت کمکی نگرفتم، ولی تازگی با سینا صحبت کردم که اگه بشه تو این زمینه کمکم کنیم و این تو مسیر تولیده و ببینیم چه جوری میشه. ولی تو اون برنامه یوتیوبی که دارم میسازم گپ نوت، توی مسیر ساخت گپ نوت خیلی کمکم کردی، چون یه جایی واقعا نمیدونستم باید چیکار کنم و مشاوره ها و راهنمایی‌های تو که با هم دیگه داشتیم خیلی این مسیر رو برام پیش برد و واقعا ازت ممنونم، چون تو مسیر خیلی کمکم کردی. چه جالب، پس از تریبون من استفاده کردی و برنامه خودت هم تبلیغ کردی. شوخی میکنم. پس خیلی از برنامه‌ای که داری میسازی رو به کمک من سر و سامون دادی. حالا بهم بگو ببینم کجا مشکلی داشتی یا کجا از کار کردن با من خیلی لذت بردی؟ جرأت داری ازم انتقاد کن.
نه شوخی میکنم، اما قولم نمیدم از استودیو من سالم بری بیرون. ببین کلا که از کار کردن با تو از این همکاریه واقعا لذت میبرم و خیلی جا کمکم میکنی. تو بیسیک ترین حالت بخوام بگم تو سرعت کار منو خیلی زیاد کردی و در طول روز میرسم کارهای بیشتری انجام بدم به کمک تو. و جایی که یه ذره اذیتم میکنی فکر میکنم به خاطر سرعت اینترنتمون باشه، ولی بعضی وقتا مثلا بهت میگم این عکسو برام درست کن، همینطوری میچرخی و اون عکسو برام درست نمیکنی و اینجا واقعا عصبانی میکنی. خیلی کلافه میشم که این کار رو انجام میدی و مجبورم بهت بگم که عزیزم اگه میشه دوباره این عکس‌ها رو برای من درست کن. و جدا از این که وقتمو یه کوچولو هدر میدی، از این که مجبورم دوباره هزینه کنم و اون عکس رو تولید کنم، یه مقدار تو این قضیه کلافه و ناراحتم میکنی. اول از این که داری با من کار میکنی باعث خوشحالی منه. مورد اول این که اگر یه عکسی ساختی و به دلیل اینترنت کم لطف و کم سرعتمون من همون موقع عکس درخواستی تو بهت ندادم، اول بیا توی قسمت آرشیو، برو توی بخش عکس‌ها اونجا رو چک کن، چون به احتمال 99% من براتون عکس رو درست کردم و لازم نیست دوباره اون عکس رو بسازی و هزینه کنی. البته تو که پول نمیدی چی که سینا اکانتت رو شارژ میکنه. شوخی میکنم. مورد دوم این که اگر توی فضا یا هر وایب خاصی که مد نظرته میخوای برات عکس بسازم، کافیه اون عکس رو بهم بدی تا سوژه‌ای که میخوای رو توی همون فضای زمینه‌ای که برام فرستادی بسازم. مرسی که اینا رو پرسیدی. شاید اینا سوالهای بقیه کاربرهامونم باشه. لازمه اینجا بگم سعی کنین توی پرامپتی که برام مینویسین برای ساختن عکس به این سری نکته توجه کنین، مثلا ابعاد، سایزی که میخواین رو بهم بگین، نبایدهایی که توی ساختش باید رعایت کنم بهم بگین و تمام جزئیاتی که لازمه بدونم برام توی پرامپت بنویسین. سینا یه سخنرانی داشته توی گارنت در مورد پرامپت نویسی. پیشنهاد میکنم اونو حتما ببینید. چقدر حرف زدم، خستم کردیم. آره واقعا فکر کنم خیلی طولانی شد این اپیزودت و دم شما گرم، خیلی حال داد این صحبتی که با هم دیگه کردیم. دم خودت گرم عزیزم. مرسی که امروز مهمون برنامه من بودی. راستش من چون باهات خیلی راحتم، کلی شوخی کردم باهات. اگه حرف نهایی داری بهمون بگو. خیلی ممنونم از دعوتت و برنامه خیلی بامزه‌ت. خیلی خوشحال شدم که امروز پیشت بودم و با هم گپ زدیم و برای صحبت پایانی هم به نظرم دقیقا همین حرفی که تو آخر صحبتات گفتی، اگر یوزرها یاد بگیرن که چجوری پرامپت بهتری بنویسن، کی تو چه زمینه از کدوم ابزارت استفاده کنن، قطعا نتیجه بهتری میگیرن و خیلی خوشحالترن از این که دارن باهات کار میکنن. همین، خیلی ممنونم از برنامه خوبه. امیدوارم که این برنامه به درد کسایی که پادکستمون رو گوش کردن خورده باشه و خسته نباشید میگم به خودت و تمام تیم چت کیوتی. ممنون امیررضا جون. خب این بود گفتگوی امروز با امیررضا، گرافیست و نوازنده خفن و خلاقمون. امیدوارم این برنامه بهتون کمک کرده باشه که یکم بهتر با من کار کنین و از شنیدنش لذت برده باشید. یادتون نره برنامه منو به دوستاتون معرفی کنید. دوستتون دارم و تا قسمت بعدی خلاق بمونید.